سلام علیکم. چه اینقدر در فکر چقور رفته به زمین نگاه داری؟ بخیر است؟ تو چی گفته ایستاده؟ مگر کشتی‌ها به بحر سیاه غرق شدن چی؟ نه غرق نشدند. الان هجری است کو در بالای زمین‌های از تقاعش مانده برای خلق و ملت چه چیزها کردنم رو فکر کرده ایستادم. آخر تو رفته در محله خودت فکر کن. چرا در اینجا فکر کرده ایستاده؟ بله در فکرش هستم. من که باید از این هجری مطلقا امضا گیرم اما هیچ راضی نمیشود پسر. یا خدایا توبه. مرا گوش کن. اگر خواهی من این مسئله رو حل میکنم. تو چی میگویی؟ جدی هستی؟ خانم با کودکتون چی شد؟ نمیدونم. نگاهان از هوش رفت. بسیار تبش بلند و بیمارخانه برده ایستادم. بیاید من شما رو میبرم. تشکر. دکتر یاری دیه. حاضر من میکشم. چی شده؟ دکتر باشه. مالشی کودک رو برای خیلی لروری. نگاهان از هوش رفت. آرام شوی. رحمت به این جناب که ما را آورد. شما میبینید بیا این کارها رو نکنن. ای بس خیلی فاروق با درون برای سلخم رو کپاندی. بیا فاروق همه دروغ بودنی که رو ها میبینن. هیچکم کمک بکن تو این رو باید اونجا پنهان کنن. التجا میکنن. اما این کارها رو هیچ نمیفهمم مخیره. میفهمی با اینجا میگذارم. بیا مرا دار سخت دار. ای تولین تو مرا با این کارهایت همراه کردی ها؟ من گپ ندارم با تو. همه سیمای حقیقیت رو میبینه زهرا. رفتیم فرا بسیار خوب شد. بیا رفتیم. سلین جان لبای سفر به ایتالیا داری ها؟ بله سلین جان بخیر باشد. بسیار خرسند شدم. تشکر. اما برای از زهرا و از شما جدا شدنم بسیار غمگین هستم. من هم بسیار غمگینم. بگونه عزیزم. گیر توی خود اشتها ندارم. اما این به تو بسیار فرصتی مناسب است. سیلی شیرمن هم آمده 1-2 ماه میمونه. البته. خاموش. ولی جناب میشود. یک جای ایتالیا رو سیر میکنیم. زهرا جان به فکرم میآیم گفتن خواستی ها؟ آخر تو یک زنی آیله دار هستی. به شوهرت به هر حال به این خیل جان نمیروی. همین خیل نیست دامولازی ها؟ بله عزیزکم من به تو چیکار میکنم؟ چه خیلی ایتالیا؟ آخر اینش از کجا برآمد؟ عزیزم عذر زیاد میخواهم. مرا خطا فهمیدی. بابا جان البته یک جا میروی. برای آشکار شدن سیرشون بسیار کم بود. چی خاموش. امروز در راه یک کودک بیمار رو دیدم. او رو زود به ماشین سوار کردم. بعد به بیمارخانه به نزد خانم بیتول بردم. به نزد خانم بیتول؟ ای سمی جان اینقدر دلسوز بوده. آفرین به تو. کودک چی بیماری داشته است سمی؟ چی بیماری داشته است نفهمیدم. کمتر سر و سیمه بودم. اما حتما رفتم میپرسم از خانم بیتول. چرا میروی؟ چیکار داری؟ عزیزم وضعیت کودک رو فهمیدن میخواهد. رود
لازم نیست امروز من رفتم میفهمم. نه من شخصا خودم رفته از بیتول میفهمم. آفرین. سمی یعنی در حقیقت تبریک میکنم. بسیار انسان دلسوز بوده اید آقای سمی، حتی از حد زیاد دلسوز بوده اید. خانم بیتول هم زن دلسوز بوده است. انا همین خیلی بودم لازم. شما چیکار کردنتون رو میدانید؟ من چیکار کردم؟ دامولا با چیکار میکردید؟ چرا به سری سمی در سری مزوری کردید؟ بخشیشو اما دامولای محله گفته تمامی محافظت دختران به ذمه شما است مگر؟ امروز مخصوص برای همین کارتون به شوبه افتادید. این رو برای نمیفهمم چرا حیات شخصی بیتول شما را اینقدر تشویش میدهد. خیشتی بلد گفته ها؟ این چه علاقه دارد؟ من شخصی میباشم که به حیات اطرافیان سر و کار میگیرم. مانند شما خودپسند نیستم. مانندی من خودپسند نیستی؟ عجب با خودپسند کسی. آخر دوگانه از همه عزیزی من به ایتالیا رفته ایستاده و اینجا من از غم کشیده ایستادم. شما باشید به سر من فشار میارید. حاضر میبینین. تولی لطفا اکنون خاموش بکن. مگر به تو زبانده است؟ شما همیشه در فکر خودتون هستید. دین جنگ کرده ایستادن. ای اینها رو اینها با یک دیگرشون شما گفته کرده ایستادن. یعنی زهرا دامولازیا گفته ایستاده است. دامولازیا باشد خانم زهرا. زنک جان و مردک جان کجا شده؟ تولی از سبب جنگ کردنشون هم خیلی گپ زده ایستادن. چی شده است؟ ای فروخ تمام خاموش شب. تو هم هیچ چیز رو نفهمیده ای. اگر من به شما فشار آوردم اصلا شما با من فشار آوردید، از حد گذراندید. بس است آخر در محله با کسی که گپ نزنم، با کسی صحبت نکنم، در حال سوال و جواب آغاز می شود. آخر یعنی باز سیوال رشک کردنتون این یک گپ دیگر است. بخشی من رشک کرده ایستادم همین خیلی گفتنی هستی؟ این رو یک طرف گذارید. این خیلی خیال ها رو در خوبتون میبینید. حتی این رو از خیالتون نگذارونید. فهمیدید؟ یا توبا من دیگر کاری ندارم. برای یک عزیز چی من رشک میکنم. همین خیلی اینها رو بینن. اینها با یک دیگرشون رشک ندارن. یک دیگر رو دوست نمیتارن. زهرا میگوید که چرا تو رو رشک کنم. دامولازیا باشد میگوید که در فکر من نیستی. تولی از سبب عصبی شدنشون هم خیلی جنگ کرده ایستادن. آنها زن و شوهر حقیقی هستند. باقی نمیدون رئیس جنگ کرده ایستادند. اینجا کار نمیکند فروخ. کلات کار نمیکند. یعنی تو حقیقت رو دیده ای اما باور نمیکنی. در حیاتم مثل شما آدمی بدرفتار رو ندیدم. حالا اکنون باز بدرفتار شده من؟ یا خدای توبه بیهوده نگفتن خوبی زیاد ضرر دارد. توبه البته که فرصت یافتید طرف خوبی های کردنتون رو منت میکنید. اگر این خیلی بودنتون رو میدانستم با یکان کسی دیگر. چی خانم مرحمت بگوید. گوید تا آرام شوم. با یکان کسی دیگر چی بگوید؟ با یکان کسی دیگر؟ بله با یکان کسی دیگر. با یکان کسی دیگر ازدواج ساخته میکردن. بگو زود بگو. تولی از همه جای پرهیجانش فروخ. انا حاضر میگویم. مادامی که شما رو آزار میدهد، مادامی که من آدمی بدرفتار هستم، این رو با آخر رسانیم. این ازدواج ساخته رو با آخر میرسانیم. ازدواج ساخته گفت؟ دائما این رو میکنید. آخر به این همی انگه ایتولین هم خطاگی جسه ایستاده است. شما باشید این رفتارتون رو دوام دادن گرید. همه ساخته بودن ازدواج ما رو میفهمن. فروخ انا دیدی. ای گلا بردن همه از رو آشکار کردم فروخ. همه از آشکار شد فروخ. خودی پگاه همه میفهمن. وای با خدا راست میگفتنی زنک جون. البته که راست میگویم. سحری همه این رو تماشا میکنن. ای فروخ من تو سحری از هیجان حال خوب کردن نمیتوانم. چه خوب میکنم ای زایتون رو دراز میکنی؟ رحمی با همه صبح بخیر. صبح بخیر پدر جون. صبح بخیر پسرم. صبح بخیر پدر جون. بخیرش؟ یانگه تولین هم در کجاست؟ او بسیار بر وقت می آمد. حالا می آید. آن آمد.
صبح بخیر. صبح بخیر مادر جان، صبح بخیر. اوه در این صبح صادق اینقدر خورسندی؟ با آن صورت نمرودی تو عادت کردیم. سببش در چیست؟ پدر جان، امروز برای من روزی بزرگ است. برای زهرا و دامولازیا هم روزی بزرگ است. این چه معنی داره؟ در وقتی تماشا کردن میبینی جانم. بخشش. ای بخشش پدر جان ناراحت کردم، اما این خیلی خیر شما فهمیدن نمیخواهید کنی بی بخشش دخترم تو هم بیو اما بینید زینن همون چیز باز تهدید کرده استوده دوی ما این رو بدونه آخر به این همی اگه ایتونین هم خطا که جسه استوده است حالا اکنون ما رو سد کرده شرم نمیداره. این چه احمقیست؟ بپوشین را بپوش زودتر. اصلا نه نمیپوشم میمورم و نمیپوشم. این دلیل است ساخته بودن این ازدواج رو به شما نشان میدهم. شرط نیست که همش رو تماشا کنید، تنها آخرش رو تماشا کنید. پسنده است تنها یک جمله. ینگت پوشیدین نمیپوشم نمیگیرم از ما رو نمیپوشم این احمقی را بپوش نمیپوشم گفتم. مادر شما چرا این کارو کردید؟ این رو بپوشید. آخر بین همه رو شرمنده کرده ایستاده اید. ملیس اقلا تو خاموشم. ینگه شما چیکار کردید؟ اینش از کجا برآمد؟ چرا با حجره آنها کامیرا گذاشتید؟ بله این کار کرده اتون بسیار عیب است. فرخ حیف تو باد زنی آیله دار شده اطرافی مگر هیچ شرم نمیدارید ها؟ پدر جان مرا پدر نگو. انا بین زنی تو به حیات شخصی دو کس دخالت میکنند. مگر از این دیده دیگر بد اخلاقی میشود؟ شما باشید این رفتارتون رو دوام دادن گرید همه ساخته بودن ازدواج ما رو بفهمن مایلش. این چی گپ هستن؟ زهرا مگر این ازدواج در حقیقت ساخته است؟ مگر همه این کار را برای پوشاندن چشمان من کردی؟ زهرا تو چیکار کردی؟ نسبت بابایم این کار رو چطور روا دیدی؟ اپا هر دویتان مرا فریب کردید ها؟ نه بابا جان. بابا جان ما کامیرا رو با زیاد دیدیم و مخصوصا این خیل کردیم که ینگه تولینم به شما آورده نشان میدهد. دروغ رو بین دروغ رو همش آشکار است. تو مگر دیگر باز چرا این کار میکنی؟ ازدواج شما ساخته است. ازدواج ما ساخته نیست مرا فهمیدی؟ زهرا داد نزن همش آشکار است. دیگر گپ‌هایت بی‌فایده. من آخر به این ازدواج از اول باور نداشتم. انا گیر جان سمی این کار تموم شد مگر به فکرم این ازدواج با او خیر رسید. به خدا راستیگه پروایی ندارم. پروایی نداری؟ چی شد پدر جون؟ مرا تهمت کن نگفتید، مرا دیوانه نگفتید کو؟ انا دیدید؟ انا این ندیره دوست دارتون چقدر شما را فریب داده است. دیدید؟ ینگه با بابایم بسیاری بد فشار آورده ایستاده. به همین هم او رو حق داده است. باز یگان واقعا نشود. بابا جان بابا جان ازدواج ما ساخته نیست. ما بازی و یک دیگرمون رو دوست می داریم. اگر ساخته می بود مگر من حامله دار می شدم. چی؟ حامله دار؟ حامله دار هستی؟ بله ما بازی فرزنددار می شویم. تیف بسیار خوب است بسیار خوب. در اصل ما بازی شما رو به خوراک دعوت کرده در اونجا سورپریز کردنی بودیم اما این خیلی شد. زیا جانم بسیار عذر میخواهم مجبور شدم اینجا گفتم. هیچ کار کنیم همین خیلی شد. زهرا حالا شما آیله دار نشده چی؟
домлозиё магар ба шумо изе банда аст на дар асл ҳамин хел шуд. фаҳмидам. ё ин ки магар шумо пештар никоҳи динӣ карда будед? бале бобоҷон, мо никоҳи диниро пештар кардем. خوب جانی من شما را تبریک میکنم. تشکر. با این خبر مرا بسیار هم شاد کردی زهرا جان. زهرا جان، جانم تبریک میکنم. حالا هم باورم نمیآید. تشکر. باور نکن خیر ملیس، باور نکن. ای زهرا جون، من در حقیقت چنان حیران شدم که چقدر گپ زدنم رو نمیدونم. خیلی تبریک میکنم. چی بیان دیگر؟ بسیار خرسند شدم. یعنی همش خوب شود و اما باورم نمیاد چون خرد بودیم با تفلکانی مایده بازی میکردیم که حالا باشد با کودکانی خودمان بازی میکنیم. دامالها نینی چه مبارک شود. این حامله‌داری ساخته است. تولین لاخ و پرت را جمع کرده زود این خانه را ترک میکن. زود باش. پدر جون، مرا پدر نگو. تو هم زنت را گرفته از اینجا رو. تو چی نشسته ای؟ زود روید. هر دوتون روید. رفتیم فرو میروید. پایتون کنده شود. و گریبانتون درآید. پدر آقا کمتر آرام شوید لطفاً. باز یکون چیز نشود. خانم، شما چی گفتنتون رو میدونید؟ شوهری ساخته بودنم بس نبود، باز پدری ساخته کردید مرا. دوملو، مگر من از پیش خودم گفتم، مجبور شدم بعد چنین گفتم. سطور رو مگر شما ندیدید؟ این خوبه خانم، همچون یک دملو اعتبار ما رو پس کردید. این رو مگر هیچ فکر نکردید؟ بخششو اگر ازدواج ساختتون آشکار میشد اعتبارتون از این دیده کمتر پس میشد. من با آدما چی میگویم؟ اگر مردم محله این رو شنود من تمام میشوم. دوملو، ما نکاح دینی رو پسر کردیم، گفته نمیتونیم. آخر چی خیل گویم؟ این امر واقعی است. شوهری ساخته شدم، مایلش باز مسئله کودک برآمد. با خدا که من تماما دیوانه شدم. مایلش از روی من شد. مایلش میدونم یک خوبی کردید، این رو به یاد دارم. بابایم امکم و زنش رو از خونه روند، همه این از روی من شد. آخر میفهمید. حیران شدم موندم چی کار کردنم رو ندانستم. خانم تمام. دوملو، بسیار ناچارم. تکو تنهایم. تمام خانم تمام. خودتون را غمگین نکنید. آخر این کار چی میشود تو با کجا میرود نمیدونم، اما خودتون را غمگین نکنید. باید اون رو حل میکنه. من شما را تنها نمیگذارم. در حقیقت من خوبی های شما رو برگردانده نمیتوانم. تشکر زیاد. مرحمت. تشکر زیاد دخترم. سلامت باشی. بابا جان، زهرا دخترم، از زین پایا آهسته میفر آمدی. اکنون دو جان رو در برداری ها؟ دامولازیا لبای از این بعد نبیرم را نرنجان. اکنون او را به بالای دست میداری ها؟ بله آقا، شما هیچ خواطر نشوید. خوب زهرا، این را کمتر پیش از حجرم آوردم. این چی است بابا جان؟ گردن بندی بیبیت بود. یادگاری آیله است. بسیار قیمت بهاست. این را به تو همچون هدیه تولید کردنت پنهان کرده بودم، اما شاید تا آن روز نمانم گفته حاضر دادنش میخواهم. گیر، این از آن توست. بابا جان، من این را قبول کردن نمیتوانم. این بسیار قیمت بهاست. زهرا، تو از همه دیده قیمت بهاتر هستی. ولی دخترم،
از شما یک چیز رو گفتن میخوام. زهرا این گفته هایم را حتی نفهم، اما به حامله‌دار شدنت بسیار خرسند شدم. اما ینگه تولینم در یک مسئله بسیار حق است بابا. شما تنها زهرا را فکر میکنید، یعنی من و طفلم در نزد شما هیچ قدری نداریم. غضبی نسبت اونال داشتهتون چشمانتون را چنان تیره کرده است که یعنی چون به زهرا میگوید که طفلت با پدر و مادر کلان شود، برای به پدر کلان شدن طفل من پروایی نداره. چون ینگه طولی نامکم رفتم دیگر در اینجا موندن من هم هیچ منوی ندارد. من خوبش اکنون به خانه ام روم. تا باز دید اپا بگذار رود. حالا از پسش نرو، تو را هم میرنجاند. من باید دل او را یابم دخترم. بگذار به نزد شوهرش رود. راست میگوید طفلش را به پدر کلان کردن نمیخواهد. شاید به همین وسیله آشتی نشاند. همین خیلی نه؟ اکنون من چیکار میکنم؟ خوش آمدید خانم سلیم. من هم شما رو انتظار بودم. همین خیلی روزی رفتنتون معلوم شد؟ همین شب. یعنی امروز روزی آخرانتون؟ خیر شما امشب همراه من خوراک میخورید؟ آخران بود. مایلش خیر امشب اومده شما رو میگیرم یا که شما ماشین دارید مرا میگیرید؟ بگو شود گپ میزنیم ببید. بگو یک جا خوراک میخوریم، اما من نمیخوام که امروز بگو شود، چون که امشب شما به سفر به بازگشت میروید. خدا جان سمالیات ویران شود و شما از اینجا رفته نتوانید. بگو زنگ میزنم لوین. تو بازدید. تو؟ بازو خوش میکنی؟ نه امروز نه. با او چی شده است؟ ممکن با دوست داشتهش جدا شده است. رفتیم. زهرا؟ لبای حامله‌دار شدنش باز چیه؟ مجبور شدم سمی چی کار کنم؟ عیب رو نمیدونی چون این گفتی. خدا رحم کند و عاقبتش بخیر باشد. سلام. جانم با کجا؟ با ماشین و با پشتیبانی کردن دختران محله. سمی تو زهرا رو تبریک نکردی هم؟ میبینم تو با این کار هیچ خرسند نشتی هم؟ زیاده لا هیچ گپ ندارد مالش. تا بازید روز بخیر سمی. باشید حیاتم تا بازید. این بازی شما رو من میدونم خواستم به این دامالا بگویم ولی سمی بس کن، خواهش میکنم چند بار به تو من این رو گویم. اگر زیو این رو فهمد بسیار عصبی شده مرا جنگ میکنه. تمام نمیگویم، اما این تنها به خاطر توست. نباشد من از این بسیار نفرت دارم. تشکر زیاد. تشکر نمیارزد. خیر تو بازدید من میروم. تو بازدید. های الو ها اوه چرا آواز من رو نمیشنوی؟ زهرا حامله دار است. چی؟ چی؟ حالا با نماز دیر موندم بعد میفهمانم. های تو آخر دین روز آیله دار شدی. کودک از کجا برآمد باز؟ ای سفسطگی رو یک طرف گذار. چه کودک؟ این کودک از اون کسی دیگر است؟ ای شوکت تو چی گفتنت رو فهمیده ایستاده ای؟ تو چی خدا بفهمی؟ آخر حامله دار گفتی کو؟ حامله داری ساخته. حامله داری ساخته؟ های آخر ازدواجی ساختهش رو فهمیدیم. حامله داری ساختهش از کجا برآمد آخره؟ ای شوکت در رو بیا با مسجد در رو این بعد میفهمونم. رفتیم. ای آخر من تورات ندارم با مسجد چی خیلی میدرویم.
مسجد گرم داره. زورو боло ин қадар ҳодисаҳо ҳомиладориаш аз куҷо баромад? дигар чораи надоштам селин. маро гӯш кун зӯро, аз ин баъд дар барат намешавам. ягон кас нест пуштибоният кунад, эҳтиёт бош. боз ба хотарам наор селин, худам охири ғамгинам. ҳоло мо дар офис бори охир якҷо ҳастем. мутаассифона ноомади корро бин, ҷиянамро нодида меравам. селин масхара накун, магар ҳоло ҷои масхара аст? ман бе ту чӣ кор мекунам? зӯро, сохта будани ҳомиладорият туро парешон кардааст. чӣ кор кунам селин? ту ҷони ман ҳастӣ. соати чанд парвоз мекунӣ? намегӯям. мегӯӣ ман бори дигар мебинам туро? не зӯро, агар ту ин ман рафта наметавонам. не лутфан, ман омаданатро намехоҳам. хуб майлаш, агар ту ин хел хоҳӣ. зӯро, худатро ором бикун. охир ман кори бисёр дорам. майлаш, гиря накун майлаш. майлаш. ғамгин ҳам маша. не наша. ман барои рафтани ту бисёр хурсанд ҳастам. ҳа, ҳолатро бин. ҷони ман. доруҳояшро бардавом диҳед. зуд шифо меёбад. хуб шудааст хонум духтар. ассалом. салом. ман вазъияти ҳамон кӯдакро фаҳмидани омадам. ба хуни гурӯҳи дуи манфӣ эҳтиёҷ доред. кӯдакро ҷарроҳӣ мекунед. бисёр хуб. хуни ман гурӯҳи дуюми мусбӣ аст, месупорам. ба мо манфӣ дар кор аст. аз ман мешавад? мусбӣ? тамом манфӣ аст. ба фикрам манфӣ. як бор месупорем, мефаҳмем. дар ҳақиқат манфӣ аст? албатта. олиҷаноб, биёед рафтем. дар куҷо хун месупорам. ба ман нишон медодед? майлаш. дар вайрон буд аст чӣ? биёед. дар пеш мешинед, дар ҳаво. нақс. мехонам. левин, чӣ шуд бародарам? бо духтар гап задӣ? не меравад. пойро дар як мӯза андохтааст. афсӯс, умри ишқи шумо ин қадар кӯтоҳ будааст. имшаб охирин бор ба хӯрохӯрӣ меравем. бо хонум селен шомеро ки барои ӯ як ҳаёт фаромӯш нашавандааст, ман гузарондан мехоҳам. чаро фаромӯш нашаванда ширам? духтар ба италия рафта истодааст. фаромӯш кунад чӣ, фаромӯш накунад чӣ мешавад? бошад ака, ӯ фаромӯшам кунад, ман ин шомро ба хотир овардан мехоҳам ва ҳаргиз ин шомро фаромӯш намекунам. шояд селен ҳеҷ гоҳ маро монанди оне ки ман ӯро дӯст медорам дӯст намедорад, аммо ман хонум селенро бисёр дӯст медорам. бисёр. ҳатто дар коршава хидмат торда мекашам. خانم سلن. سلام علیکم خانم سلن. یک بار کشید بگیم. دولت جاویدان منم. سلام عشقم. من با تو برای خودم چیکار می‌داشتم؟
بفهم. از تو می‌ندارم ببین جان. من خدر نمیفهمیدم اما عشق من چنان کلام بود که بعد او هم مرا فهمیدن رو سر کرد. مرا هیچ نباشد این نمی پسین دوست می داشت بس بود. البته عاشق شده است، مگر تو را دوست نداشته می شود؟ بگوی دوست می داشت. دوست داشت است، دوست داشت است. دوستم می داشت. عجبا در آخرین دیدار بینیم با او چی گویم؟ بدنگیچه پس ببر. نه خود اشکمبه نسک قلمفور چیزی باشد بخورم، لب و دهان و رویش بوی گیرد، حتی در ایتالیا هم برای همین یک رویش. اکا شما برای هیچ نشناختی. اقلا کم ترک در خاطرش بودن میخوام. تمام میخوام همیشه در فکر و خیال او باشم. لبین اگر با سیلین یک جا نشود در خانه ما تفلک پیدا نشود. تمام دیگر یکون کاری از دستت نمیاد. او رو گرفته و یک مکانی بلندترینی، یک میمانخانه اسم عالی برده با او تنها در آنجا خوراک شام میخورید. روشنی نه آنقدر روشن، خیجک، روشنی شم، صحبتی پیچیر کنان اصلا فراموش نمیکنند. نه باز چی میشد؟ این خیلی نمیشود. برای این کار یک خوراک شام مخصوص کفایت نمیشود. من نقص میدونم. خیر پس چی میشود؟ از خصوصی تر چی شده میتواند؟ جانم مثلا انا خوراکی که با کوشش خودت تیار شده باشد، حتی مکانی که تو اونجا این خوراک رو تیار کنی. چی گفتی ها؟ یعنی در این حالت خوراک پخته نمیتوانم، اشکم پاک نمیشم. ای جانم از این کار هیچ پروایی نکن. ما همه یک جایه به تو کمک میکنیم. یک دقیقه کمک میکنیم گفته چرا در نظر داری؟ هیچ خیلی که گفتم انا همیخیر زهرا برای از وضعیت برآمدن حامله دارم گفت. اکنون من پدری ساخته میشوم شوکت. ای برادر در ازدواج شما یگان چیزی حقیقی نیست، همش ساخته است. هست یک حقیقت هست، آن هم باشد زهرا رو دوست داشتنم، اما این رو گفتن نمیتوانم. ماشاءالله در پیش من رنگ بلبل میخونی، در پیش زهرا باشه. این چی است آخی؟ تمام شوکت تمام، مسئله رو دراز نکن، این گپ رو به هیچ کس نگوی. حاضر به میکروفون مسجد به همه اعلام میکنم. استاد سرم رو یک سوال بسیار ویران کرد، پرسم. ویران؟ بله استاد. بپرس ایجوری بپرس. استاد انا حاضر میپرسم. ایستا یک دقیقه ایستا، سوال دهی را به دیگر روز میمونه. حاضر باشد من تو رو به خوراخوری میبرم. چرا مرا به خوراخوری میبری یک شوکر؟ هجری جان انسان به شکم گرسنه سوال نمیدید. خیر به مناسبت جاندار شدن من تو رو به خوراخوری میبرم. توبه تو چیکار کردی ایستاده ای؟ اکه شوکت قیامت هم برپا شود من باید سوالم را پرسم. بخشش کرد. انا دیدی این رو آدمی من میگویند. بپرس ایجوری بپرس. استاد قیامت کی برپا میشود؟ هجری قیامت خرد یا قیامت بزرگ؟ استاد قیامت خرد چیست؟ برای هر یک انسان مرگش یک قیامت است هجری بای. کی وفات کردن من رو تنها خدا میداند. قیامت بزرگ چیست؟ انا هجری از سببی که حادثه های قیامت خرد و قیامت بزرگ یک است، برای ما کی برپا شدن قیامت بزرگ اهمیت ندارد. تخمینا نمیدونید قیامت کی برپا می شود؟ چون حضرت عزرائیل در تو را گفت معنای آن را دارد که برای تو قیامت برپا شده است. نوشته هایت را به هیچ کس نشان نده، این را دانسته باش. خدا از شما راضی باشد استاد، سلامت باشید. از هم درود سیاه به حسن خاطر. چی رو نگاه دارید؟ مرحمت. تشکری زیاد. خواهش میکنم. در حقیقت تشکری زیاد آقای سمی. نمیارزد، وظیفه انسانی من است. اگر لازم باشد کمتر دیگر خون داده میتوانم. نه به قدری در کار خون دادید آخر. حالا خوب هستید؟ خوبم تشکری زیاد. سلامت باشید. اما این رو ننوشیدید. خدا دستم. حالا هم لرزیده ایستاده اید. من این خیلی دارم نوشید. خدا رو شکر که جراحی نقض گذاشت. تمام به فکرم این قدرش بس است. سلامت باشید.
سلام. سلام داملا. داملا امروز آقای سمی بسیار کاری خوب کرد. خدایا تعالی بخیر است، شکر کرد. به یک بیماری من خون داد. حال کودک خوب است؟ شکر زیاد که خوب است. خونه او گذشته باشد بیمار بدبخت شد. آقای شوکت خدا از شما راضی باشد. آشا گوش کو ایجری این اماکی جوهر با تو چی میشود؟ چی میخواد از تو؟ او یک خیش دورمون بوده است. خیش دور؟ هیچ مانندی ندارد. بینی تو خشرای بینی و دروزه کو؟ همین خیر. البته. خیر او چی میخواد؟ من نفهمیدم. از تقای رحمتی هم با من یک زمین میراث مونده است، اون رو گرفتنی است. او زمین رو چیکار میکرده است؟ کاری خیر میکرده است. چی میکرده است؟ استادم گفت که با او زمین رو نده، خودش هم شنوید. هیچ از من دور نمیشود، با خدا اون رو گرفتنی است. خوبش تو عیناً گپی دوملوزیا رو گرفته، اون زمین رو نفروش. نه نمیفروشم. در اینجا چی گپی است؟ یعنی که او از راههای دور خسته به اینجا آمده است. زمینی تو ارزشناک است. معلوم که او به شکار آمده است. اما فراموش نکن شخصی که به شکار می رود شکار می کند. شکاری چیه که شوکت؟ زنگ زدم جواب نمیدهد. غمگین نشو تا پگاه آرام می شود. انشالله. انشالله. زهرا من خودم با حالی گپ میزنم. سیلین هم رفته ایستاده است. زهرا جان تو حالا حساس هستی، برای هر چیز غمگین نباید شوی. تو هم لیکن وقتت رو یافتی. من از این رفتار تو بسیار غضبی میشم. پگاه با آفیس میروم سیلین نیست، روز دیگر هم نیست، روز دیگرش هم نیست. و بعد از یک چند ماه تو هم از دکترت اجازت میگیری یک جای به نزد او میروید. همین خیلی نه؟ بابا جان به اجازت شما من به حجرم برآمده کمی استراحت کنم. مایلش رفته استراحت بکن، اینها را سرت دور بکن. جوان ها قریبا بخیر است چی شد؟ 1 منت و 11 ثانیه پس میایم. لیکن بسیار خوب شد تو مرا گوش کردی. یگان دختری خیلی سورپریز رو فراموش نمیکنم. ینگه من از شما بسیار منت دارم. اگر شما به من کمک نمیکردید من هرگز این کارو کرده نمیتوانستم. جانی من اما خیری تو برای من این خیلی کار نکردی. چی علاقه دارده؟ من به خاطر دارم که یک بار برای تو گل گرفته بودم. گلی؟ بله یاد دارم. گلها رو از سبت گلهای روی کنوزه همسایه دزدیده بودی. یا خدایا تا با چه علاقه دارد؟ گوش کن همسایه ها وفات میکنن اما عشق به مرگ از گلی چقدر رمانتیکی. بله رمانتیکی مصیبت. خدایا تا باز یکان چیزی دیگر یافتی یعنی ها؟ اومد اکا شما روید تا با چه علاقه دارد؟ چرا ما در اینجا نیستیم؟ بسیار زباست بسیار. تمام روید خدایا تا با وقتی خود در کاره بود. خوش آمدید خانم سیلین. مرحبا.
دوین تو چرا این خیل کردی؟ خانم سلیم میدونم شما با اینجا تماما با حسیات دوستان آمدید. شاید با این کار کردن من رو جنگ کنید. لیلی تو چی کردی؟ تو مگر احمق هستی؟ بفهم هستی گفته میتوانید. اما چیزی گوید من پروایی ندارم، چون که این شاید آخرین و آخرین من تو باشد. دوین التماس اجازه ده که سخنهای دلم را بگویم، چون که سخنهایی که عین حال به تو میگویم شاید در حیاتم گفته نتوانم. خانم سلیم من شما را دوست می‌دارم. تو عشق من هستی. قلبم در هر تپشش نام شما را صدا می‌دهد. از رگ‌هایم خونه هستی شما جریان دارد. حاضر شما می‌روید و هستی من با شما می‌رود. آن را احتیاط کن. عزیزم حالا تو به ایتالیا می‌روی و شاید بر نگردی، اما یکی اگر برگشتی البته به سر قبر من بیا. شاید از درون قبر بوی شما رو استشمام کنم و دست رو در بالای قبر من ببر. من احساس میکنم. شما ما را دوست داشته میتوانستی؟ نمیدونم، شاید